روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه هفتم می است. شما را بعد دیدن نشینوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم که با تلاش همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. نگاه میاندازیم به چندی از موضوعهای برنامه. والدان جمعخان قربانов ساکن فرخار که با گمان شرکت در حمله کروکوس بازداشت شده است میگویند از احوال او خبری ندارند. ما فقط هم نصیحت میکنم که بچه‌م رای روستا بره، رای چپ دنده کار داره، ای کار بو بگرد بیار. ولادیمیر پوتین باری پنجم به حیث پرزیدنت روسیه سوگند یاد کرد. نمایندگان بسیاری از کشورهای غربی به این مراسم نرفتند. در پی سیل‌های زیادی دیروز در ورزاب یک چوپان بیدرک شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از خطر تکراری سیل هشدار می‌دهد. این حال مردمی مثلا محله کتی هم برآمدگان سرجم تا حال گفته استم تراکتور رو وارد دنیای قولا گفته استند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از ساکنان کشور خواسته است هنگام سفر به قزاقستان تمام قانون و قاعده‌ها را رعایت کنند تا به مشکلات دچار نشوند. در مراجعتنامه وزارت از روز 7 می یعنی از امروز از مسافران خواسته شده است پیش از سفر به قزاقستان حجت‌های ضروری را با خود داشته باشند. چند روز پیشتر پلیس قزاقستان 9 شهروند تاجیکستان را با گمان مهاجرت غیر قانونی اخراج کرد. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم مهاجرپذیر از تاجیکستان است و آنجا هزاران نفر برای کار و زندگی می‌روند. والدان جمعخان قربانov یک متهم دیگری تاجیک با گمان حمله به کروکوس سیتی هال میگویند بعد بازداشتی او در آخر ماه اپریل دیگر از سرنوشت فرزندشان خبر ندارند. جمعخان در مسکو کار میکرد و آخر ماه اپریل با اتهام تأمین حملگران کروکوس با وسایل مخابرات و پول به حبس گرفته شد. محمود جان رحمتزاده به خانه جمعخان قربانov به فرخار رفت. 13مین نفر بازداشت شده با اتهام حمله به تالار کنسرتی کروکوس زاده ناحیه فرخار است. جمعخان قربانov 21 سال داشته در جماعت خراسانی ناحیه بزرگ شده است. بعد ختم مکتب به دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه شامل شده ولی به سبب تنگ دستی تحصیل را گذاشته برای کار به روسیه رفته است. مکتب خیلی سپارید رایگان مکتب چرا دانشگاه صدرالدین دیگه شرایط هم خیلی وزنی شد خانه دیگه زور نرسید به مثل پشوکه کوارتیر همین روسیه بعد برفت. والدین جمعخان زندگی فقیرانه دارند. مادرش آموزگار و پدرش دهقانی عادی است. پدر جمعخان گفت که فرزندش در ساختمان کار میکرد و همراه یک برادر دیگرش بود. ماهی به خانه‌شان 20,000 روبل روسی و یا اندک بیشتر از $200 میفرستاده است. پدر میگوید که باور ندارد که فرزندش گناهی کرده باشد. نو داری باور نداریم خیلی امی کورشید ما درک ندارم ما فقط هم نصیحت میکنم که بچه‌م رای روستا بره، رای چپ دنده کار داره، ای کار بو بگرد بیا راست جوی خودت یگان چیده چی نکه گپ یگان کزا گوش نکه فقط هم خطی اما امروز برای کار که تمام بگرد بیاد. پدر از بازداشت پسرش از رسانه‌های روسیه آگاه شده است. مقامات انتظامی بعد بازداشت جمعخان با این خانواده صحبت کردند. مادر جمعخان به شوهرش اجازه نداد بیشتر صحبت کند. خودش هم صحبت نکرد و به تکرار میگفت که پسرش گناه ندارد. روز 27 اپریل با قرار دادگاه مسکو جمعخان قربانov با گمان مبلغ‌گذاری برای آمادگی به حمله تروریستی به حبس گرفته شد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار. امروز برای بار پنجم ولادیمیر پوتین به حیث پرزیدنت روسیه سوگند یاد کرد. در مراسم ادای سوگندی و دیپلمات‌های غربی حضور نداشتند. تنها نمایندگان فرانسه، ونگریا، اسلواکیه، یونان و مالتا آمدند. پوتین که 2 سال پیش امر حمله به اوکراین را داد گفت مسئله امنیتی روسیه و مردمش برای او مهمتر از همه است و روسیه آماده است با غرب با شرط‌های برابر مکالمه کند. ادامه موضوع از همکارم مومین احمدی. پوتین ولادیمیر پوتینی 71 ساله در مراسم در کرمل سوگند یاد کرد. او باری پنجم است که پرزیدنت روسیه می شود. پوتین در یک معرکه جنجال برانگیز و از نگاه ناظران بین الملل ناشفاف خود را پیروز انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد. پوتین که از سال 1999 به حیث پرزیدنت و نخست وزیر روسیه را اداره می کند، در شرایط بار پنجم پرزیدنت شد
که نظامیانش در اوکراین درگیر جنگند. بیشتری کشورهای غربی برای جنگ بی‌دلیلش در اوکراین و سرکوب دیگر اندیشان او و حکومتش را تحریم کردند. ناظران میگویند پوتین در 25 سال حکومتش روسیه را به یک کشور دیکتاتوری و ناآزاد تبدیل داد. مخالفان تاجیک نیز میگویند پوتین کمک کرد که نظام‌های کشورهای آسیای مرکزی دیکتاتوری باقی بمانند. در تأسیس حکومت‌های خودکامه در آسیای مرکزی و مخصوصا در تاجیکستان نقش کلان دارد و در از بین بردن اینستیتوت‌های دموکراتی، اینستیتوت‌های جامعه شهروندی تاجیکستان و سرکوب مخالفان و سرکوب آزاد اندیشان نقش کلان دارد. برخورد پوتین با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان که از نگاه سیاسی و اقتصادی وابسته روسیه هستند ناعادلانه و بی احترامانه بوده است. ماه اکتبر سال 2022 در آستانه قزاقستان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از پوتین خواسته بود تاجیکستان را حرمت کند. او گفته بود که باید روسیه سیاستش در قبال کشورهای آسیای مرکزی را تغییر دهد. در 25 سال حکومت پوتین نه تنها برخورد با تاجیکستان بهتر نشد بلکه شرایط کاری مهاجران تاجیک در این کشور بدتر شد. در روسیه که حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند سالها زیر فشار مقامات این کشور اذیت میکشند. پس از حمله مرگبار به کراکوس سیتی در مسکو که اکثری گمانبرانش را شهروندان تاجیکستان نامیدند فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به بالاترین سطح رسیده است. در یک ماه اخیر هزاران تاجیک از این کشور اخراج شدند و به هزاران نفر دیگر اجازه ورود بر روسیه را ندادند. این همه را ناظران سیاست ملت‌گرایانه و انتقامجویانه پوتین می‌دانند که قرار است 6 سال دیگر روسیه را رهبری کند. و اکنون از آب و هوای تاجیکستان که موضوع تشویش بسیاری در تاجیکستان است. در پی باران شدید و آمدن سیل در ورزاب یک ساکن ناحیه با چارواهایش ناپدید شده است. پیوندان این چوپان میگویند چند روز باز او را جستجو دارند اما به نتیجه. آنها از کاری مقامات و مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده از بی‌توجهی مردم به هشدارها از خطر سیل و آبخیزی اظهار نگرانی میکنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش میدهد. باری آخر جلالالدین اویف ساکنی 61 ساله ورزاب را در همین مکان دیدند. با چارواچرانی مشغول بود که باران سیل بارید. اما اکنون 3 روز باز خانواده از او درکی ندارند. پیوندان میگویند روزی 5 می آنها را آگاه کرد که احتیاط کنند سطح آب دریا بلند می شود و خودش رفت. ساعت 7 ای خانه برآمده مالش گرفته رفت. ساعت 1 بارون گرفت مالش شکر آمده وای شد. آمد تو همین سری کوله ای سری کول به درک شد. نزدیکان یک جا با همدیه ها 3 روز باز دریا و کولها را جستجو دارند. میگویند در روز اول حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مقامات ناحیه را آگاه کرده بودند. این حال مردمی مثلا محله کتی هم برآمدگان سرجم تا حال کوفتستیم تراکتور رو آوریم در نوع قوله کوفتستان صد تا یکون سامون گفتم مثلا امید داریم. جلالالدین اویف در دهه دهنه ناحیه ورزاب زندگی میکرد. او هم در روز ناپدید شد که سیل آمد و زمینهای مردم، مکتب و کوپروک دهه را ویران کرد. نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در ورزاب میگویند چند روز باز در دهه‌هایی که آسیب بیشتر دیدند مشغول کارند و حالا به دهه دهنه میروند. مقامات از بی‌پروایی مردم هم به هشدار و آگاهی ها نگرانی میکنند. میگویند قبل از آفت‌های طبیعی به ساکنان هشدار دادند که احتیاط کنند و به مکان‌های آسیب پذیر در برابر سیل و آبخیزی نروند. مخصوصا در منطقه‌های کوهی با اهالی مراجعت کرده خواهشمند است در این رسو باید که خیلی احتیاطکار باشند. اهالی که در دامن کوه و کوهسار زندگی میکنند خواهشمندیم از راه اندازی کارهای صحرایی یا اینکه جمع‌آوری آن زراعت‌هایی که در دامن کوه و کوهسار است باید که خودداری کنند
آبخیزی که در تاجیکستان چند روز باز ادامه دارد تاکنون سبب مرگ 3 نفر شده است. خانه و کشتزار زیادی آسیب دیدند. فلاکت ممکن است تکرار شود. برای همین هواشناسان تاجیک از ساکنان وحدت و ورزاب، حصار و نورک و نواحی دیگر خواستند روزهای 10-12 می به کوه و صحرا نروند. و در همین حال در ولایت ختلان کشاورزان زیادی از دستی ملخ به داد آمدند. آنها میگویند اگر مقامات در محو این حشرات زیان‌آور به آنها کمک نکنند، هزاران خانواده از حاصل زراعتشان محروم و فقیر و بینوا میشوند. گزارشی را در این باره همکارم کیومر سیاتو تقدیم میکند. این سیله ملخ‌ها مثل بلای برای کشاورزان و چارواداران وادی وحش هستند. روز به روز بزرگتر می شوند و از یک ناحیه به ناحیه دیگر حمله می کنند. اینجا زمین های جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان است. در همسایگی ناحیه دنغره که از چنگ ملخ در امان نمی ماند. این چوپان ها از ناحیه جلال الدین بلخی به ناحیه فیض‌آباد حرکت دارند. ساعت استراحت می کنند تا گوسفندان هم بیچرند. در جایی که حالا پای ملخ به آنجا نرسیده است. میگویند که لشکر ملخ‌ها امسال بزرگتر است. ملخ سال بهت بسیار. ملخ همه جدا. ملخ بسیار بهت. راه نامودیم همه جدا ملخ علف پول میخورد اگه پشت دیگه. همینجا آمدیم کام تا بود همینجا دا ملخ بهت بسیاره. همه را خورد است. مولام گشنه میشه توجه رو گشنه نیست علف بخوره. مقامات ختلان هم میگویند که امسال منطقه های وسیع‌تر از دست ملخ آسیب دیدند. ولی مساحت زمین های ضرر دیده حالا دقیق نشده است. اگر برای محو آنها زودتر دست به کار نشوند، حشرات زیان آور کشتزارهای وسیع‌تر را نیست و نابود می کند. سال گذشته کشاورزان زیادی از دست ملخ میدانهای پخته و دیگر زراعت‌هایشان را از دست دادند و هزاران سامانی ضرر دیدند. دوباره کردیم پخته را. ایدیما شاهنظر و از دهه سنگتوده ناحیه دنغره یکی از آنهاست. امسال هم می ترسد که از بلای ملخ امین نمی ماند. برای همین از مقامات می خواهد که کمک کنند. تاریخ تگیه ملخ یک روز سیاه بچه ها پول میتن میروند میزنن با دارو زنک کدامیتی ویره میکشن. اینجا چراگاه های ناحیه کوشانیان است که زهر می پوشند تا ملخ را از بین برند. مقامات میگویند ملخ به دیگر نواحی به مثل پنج و فرخار، دنغره و بلخی و دیگر ناحیه های ختلان نیز حمله کرده است و ستاد مبارزه بر ضد ملخ تدبیر می اندیشد. چاره های ناکافی سبب بازگشت ارتش ویرانگر و ضرر دیدن کشاورزان دانسته می شود. سبب هر سال زیاد شدن همین ملخ این است که وقتی که راوند یکم ملخ میکشیم، راوند دوم میشه، راوند سوم میشه، کم اهمیت میتیم. انم حالت سوم که اهمیت ندادیم اونو کلان میشن، بعد کشتن هم دشوار میشه. والا که قنات میپرد به مسافه کیلومتر میپرد، چند کیلومتر ابجد میپرد. انا همین سوم راوند که نکشیم، سوم راوند الکی او تخم میگذارد، الکی از یک ناحیه به ناحیه دیگه میگذارد. موقعی که ما حضور داریم اینجا سرحد این ناحیه کوشانه به ناحیه دنغره باشد، این طرف شهر سربند، دهه زغیرتی، همینجا ملخ از این طرف اوسر اومده 5-6 شدن. ملخ مراکشی هر بهار مهمان ناخوانده ولایت ختلان می شود. مقامات ولایت اگرچه میدانند که لشکر ویرانگر هجوم میکند، ظاهرا درست آماده نمی شوند که هر سال از آن شکست میخورند. در قزاقستان هنوز مرافع دادگاهی وزیر سابق اقتصاد قواندیق بیشیمبایف برای قتل بیرحمانه همسرش سلطنت نوکینова انجام نیافته ماجرای نوی سر زد. یک همسری دیپلمات قزاق در ویدیویی از شوهرش ساکین ممش، مشاور سفارت قزاقستان در امارات متحده عربی، شکایت کرده گفته است که دوامی 10 سال گذشته او را پیوسته میزد و تجاوز میکرد. تفصیلات این قصه را از وبسایت رادیوی آزادی بخوانید و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهبان.